سلام، میخوام کتاب جنون قدرت و قدرت نامشروع در باب فاشیسم، توتالیتاریسم و کاپیتالیسم از دکتر محمد سرگلزایی که نشر قطره چاپش کرده رو معرفی کنم. من این کتاب رو به یه نفر از بین کامنت های یوتیوب همین پست هدیه میدم. نویسنده توی این کتاب با زبون خیلی ساده و بدون پیچیدگی و در قالب جستارهای خیلی کوتاه در مورد مفاهیمی مثل سیاست و جامعه شناسی و روانشناسی حرف زده و اونا رو به قدرت‌های نامشروع ارجاع داده. با اینکه مقاله ها مستقلن ولی وجه اشتراک اونا نقد قدرت‌های نامشروعه. مثال‌های زیادی هم از نویسنده های بزرگ و کتاب‌های برتر دنیا آورده که منابع خوبی برای آموزش و مطالعه بیشترن. با اینکه کتاب کم حجمیه ولی مطالب عمیق و گسترده‌ای داره. کتاب تألیفه و میشه به عنوان یک ایرانی با تجربه زیسته متفاوتی که هممون داریم باهاش ارتباط خوبی گرفت. محوریت کتاب تمامیت خواهی و فاشیسم و سرمایه‌داریه، ولی منشأ خشونت و نقش رسانه‌های حکومتی و تلویزیون و زبان رو توی سلطه فرهنگی هم بررسی میکنه. میگه درد جمعی ما دوای فردی ندارد. تا اتحادیه و سندیکا و NGO و انجمن تشکیل ندهیم و منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح ندهیم، در روی همین پاشنه خواهد چرخید. تصمیم‌های افراد عاقل بر مبنای قاعده هاست، نه استثناها. قاعده سرمایه‌داری انباشت و تمرکز ثروت است. تنها تغییر در سازمان اجتماعی است که می‌تواند قاعده بازی را عوض کند. اولین قدم در تغییر بازی برقراری یک نظام دموکراتیک است. نظامی که بر پایه مطبوعات سانسور نشده و صندوق‌های رأی غربال نشده قرار دارد. میگه واژه‌ها همونطور که میتونن ابزار انتقال پیام باشن، میتونن ذهن رو هم فریب بدن و اطلاعات غلط مخابره کنن. و یکی از اولین اقدامات نظام‌های سلطه‌گر ابداع واژه‌های جدیده. واژه‌هایی که تو ذهن شنونده تصویر دیگه‌ای از پادشاه میسازه که باعث میشه قدرت اون شخص بیشتر و سلطه‌اش قوی‌تر بشه. میگه ما وارث یک دوره 8 ساله هستیم که رئیس جمهور کشور با ادبیات و ژست‌های پوپولیستی سخن میگفت. به همه کس و همه چیز پوزخند میزد. مدارک تحصیلی را ورق پاره مینامید. او در جواب شورای امنیت میگفت آنقدر قطعنامه صادر کنند تا قطعنامه دونشون پاره بشه. او مخالفانش را بز مینامید و در مصاحبه‌های رسانه‌ای اعلام میکرد که اون ممر و لولو برد. چرا تعجب میکنید از رواج گفتمان اوباش در بین نوجوانان و جوانان؟ این همهگیری بیماری فرهنگی جریانی از بالا به پایین دارد، همچون سیلی است که از آسمان بر سر ما میبارد. اگر آلوده نشویم سؤال و تعجب دارد. نویسنده تو این کتاب کلماتی مثل فاشیسم و توتالیتاریسم و کاپیتالیسم رو هم بررسی میکنه. میگه این مکاتب باعث به وجود اومدن قدرت‌های نامشروع میشن که باعث میشه سران قدرت به جای تأمین احتیاجات ساکنین اون جغرافیا به چپاول و غارت و آدمکشی و تجاوز رو بیارن. کتاب مخاطب رو با تعاریف اولیه و ساده با مفاهیم پیچیده و اسمدار آشنا میکنه. انگار یه مسیری رو نشون میده برای مطالعه بیشتر و عمیق‌تر علوم انسانی. میگه هر حکومت سرکوب و ترور با وعده مدینه فاضله توده ها را بسیج میکند و آرمان شهر توجیهی میشود برای جنایاتی که در غیر این صورت توجیه ناپذیرند. کارل پوپر میگوید اگر مرا به انتخاب بین عدالت و آزادی مخیر کنند، من آزادی را انتخاب میکنم. چرا که در یک جامعه آزاد غیر عادلانه من آزادی دفاع از عدالت را دارم، ولی در یک جامعه که به نام عدالت آزادی مرا گرفته باشند، اگر عدالت محقق نشود من آزادی اعتراض را هم ندارم. اینم از معرفی کتاب جنون قدرت و قدرت نامشروع. مرسی که تا اینجا با هم بودین. خدا نگهدار.